سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من صادق کریمی هستم و اینجا کانال رابطه کسته. در خدمت جناب آقای دکتر آبیار حسینی هستیم، روانشناس و کارشناس محترم برنامه رابطه کست که قرار ما رو همراهی کنن. همین اول کار ازتون درخواست میکنم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بالای کانال رو هم بزنید تا به محض انتشار محتوا ازش باخبر بشید. کانال رابطه کست همونطور که از اسمش پیداست و توی توضیحاتش هم نوشتیم راجع به سواد رابطه هست. آقای دکتر، سواد رابطه یعنی چی؟ من سلام میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. حالا سوال خوبیه، اصلا سواد رابطه یعنی چی؟ ببینید، ما انسان ها در رشدمون همیشه نیاز به رابطه داریم. یعنی اساس رشد انسان بر مبنای رابطه است. رابطه با یه دیگری، یعنی در واقع اون چی که من و شما هستیم در ازای ارتباط با یک دیگری مهم شکل گرفته. اینکه مثلا شما میگی من کریمی هستم، من صادق هستم، من میگم من علی هستم و هر چیزی که داریم میگیم. این رابطه مفهوم سازی کننده من هست که من کی هستم. بنابراین رابطه به شدت مهم است توی زندگی ما انسان ها. اما اون چیزی که شما مد نظرته، یعنی بحث رابطه و سواد رابطه، معطوف به دهه سوم زندگی آدم هاست. یعنی چی؟ یعنی آدم ها از لحاظ رشدی تو دهه سوم، یعنی از 20 سالگی به بعد، به لحاظ اینکه به رشد کافی رسیدن، از نظر قانونی یک فرد مستقل شدن و باید زندگی فردی خودشون رو ایجاد کنن و از خانواده فاصله بگیرن، لازمه 2 حوزه رو بهش توجه کنن. یعنی 2 نیاز بسیار مهمیه که در دهه سوم شروع میشه. اولیش و زیربنایی ترینش صمیمیته. یعنی اینکه بتونن روابط صمیمانه برقرار کنن، چون این روابط صمیمانه میتونه منتهی بشه به هم شغل هم خانواده. یعنی شما میگید قبل از 20 سالگی این اتفاق نمیفته یا درست نیست بیفته؟ آفرین، سوال خوبیه. ببینید، قبل از 20 سالگی خیلی ممکنه برن تو رابطه. منتها این رابطه اون مفهومی که توی دهه سوم داره توی اون سنی نداره. بیشتر معطوف به اینه که آقا اصلا من جذاب هستم برای جنس مخالفم. یعنی بحث هویت جنسیتی بیشتر مطرحه زیر این سن و در ازای این ممکنه که من وارد رابطه بشم. یه دلیلش میتونه این باشه. یه دلیل دیگهش اینه که تو فضای اجتماعی ما به لحاظ اینکه اکثر آدم ها رابطه دارن گاهی اوقات تو سن پایین دست، یعنی مثلا تو دبیرستان، تو راهنمایی، حتی دخترها و پسرها ممکنه وارد رابطه هایی بشن و برای هم تعریف کنن. وقتی تعریف میکنن، اون کسی که اگه رابطه نداشته باشه احساس میکنه انگار یه چیزی کم داره. یعنی کلاس داره رابطه داشتن مثلا. و گاهی اوقات مورد تمسخر همکلاسی‌ها و دوستاش هم قرار میگیره که تو حتما امولی که وارد رابطه نمیشی. یعنی تحریکات اجتماعی و روابط این سبکی هم میتونه زیر این گروه سنی یک دختر یا یک پسر رو وارد رابطه کنه، یعنی احساس نیاز بکنه به یه رابطه. مضاف بر این که خب از لحاظ رسشی این آدم توی گروه سنی به حدی از میل جنسی و انگیختگی رسیده، اینا میتونه دخالت داشته باشه. یه حوزه دیگه که میتونه دخالت داشته باشه اینه که گاهی اوقات من توی گروه سنی زیر 20 سال، چه دختر باشم چه پسر باشم، گاهی اوقات اون رابطه امن و صمیمی در فضای خانواده با پدر مادرم ندارم یا با خواهر برادرم. یک احساس تنهایی یا یک احساس نیاز به یک فرد مراقب ممکنه منو بکشونه به سمت رابطه با یه آدمی که گاهی اوقات اگر این مدل باشه من جذب آدم‌هایی که گروه سنی خیلی بالا دست من هستن میشم. یعنی مثلا من یه دختر ممکنه 16 ساله باشم، جذب یه پسر 28 ساله 29 ساله میشم، 30 ساله میشم. درسته. در واقع توی روان تحلیلی ما به این موارد میگیم که این فرد دنبال کی میگرده؟ دنبال پدر میگرده. شاید موارد دیدید، مثلا اون دختری که توسط پدرش تو شمال کشته شد. که وارد یه رابطه با یک آدمی که سنش نزدیک به سن پدرش شده بود.
از جمله مصادیق این ماجراست و موارد دیگه هم میتونه باشه. خب شما دارید دختر رو در نظر میگیرید، پسر هم همینطوریه؟ بله. یک پسر مثلا یک پسر 17-18 ساله، ما موارد اینجوری زیاد داریم تو مراجعینمون که این میاد جذب یه خانم مثلا 28-29 ساله 30 ساله میشه و وارد رابطه میشه، باش تعاملات خیلی گسترده‌ای داره و به شدت هم بهش وابسته میشه. این هم جزء این مصادیقه، یعنی این پسر دنبال مادر میگرده، مادری که باید ازش مراقبت کنه، بهش توجه کنه، بهش عشق بده. اما اگر تو اون رابطه درگیر باشه اینجا هم تو خودشو به این سبک نشون بده. شما دارید مشخصا راجع به سن زیر 20 سال حرف میزنید. دقیقاً، چون معمولا این گروه سنی سنی هستش که هنوز رسش هیجانی مناسب رو ندارن برای یک رابطه مناسب و پایدار. یعنی بیشتر این روابط زیر این سنی آشفتگی توش حتما میتونیم مشاهده بکنیم. ما فرض بفرمایید اگر مشاوره ازدواج میخوایم به یک زوج بدیم، دو نفر که میخوان برای ازدواج، اگر زیر این سن باشن، مثلا دختر 17 ساله 16 ساله، همون ابتدا بهش آگاهی میدیم، به خانواده‌اش آگاهی میدیم که از نظر رسش این دختر 16-17 ساله مناسب برای ازدواج نیست. حالا اگر اصرار دارن دیگه اون مسئله خودشونه و مواردی بوده اصرار داشتن، بعد از یه مدت اومدن گفتن که آقا رابطه خراب شده به خاطر که این دختر بعد از مدت گفته مثلا اینو نمیخوام و میخوام با یکی دیگه ازدواج کنم. درسته. حتی مسئله خیانت آمیز توش دیده میشه. به خاطر اینکه فرد هنوز خودش نمیفهمه دنبال چی هست. یعنی زود هنگام وقتی باشه این داستان. خب اینجا یه سوالی من پیش میاد که شما گفتید مثلا اگر دختر باشه و زیر 20 سال باشه عموما دنبال یه فرد بزرگتر از خودشه که در حقیقت گفتم عموما، گفتم اگر بره جذب یک آدم بشه که گروه سنیش خیلی متفاوت باشه، این در پس ذهنش دنبال کی میگرده؟ پدر میگرده. دنبال پدر. خب حالا دختر در سنین بزرگسالی هم یعنی بالای 20 سال بالاخره دنبال یه تکیه‌گاه داره میگرده. بله حتما. خب حالا اون فرق میکنه با این مسئله که گفتی؟ ببینید توی گروه سن مناسب، یعنی مناسب به معنای شروع دهه سوم به بعد، یعنی یه دختر 21-2 ساله، خب اگر دنبال پارتنر میگرده دنبال چه کسی میگرده؟ دنبال کسی میگرده که جذبش بشه که بتونه به اون اطمینان و امنیت بده برای مراقبت شدن. چرا؟ چون یه دیرینه تاریخی داره، یه دیرینه تکاملی داره، تاریخی هم نه، تکاملی، یعنی بیشتر از تاریخ. بله. تو جریان تکامل نوع ما انسان‌ها زمانی هستش که یک خانم وقتی که با یک آقا در تعامل قرار میگیره ازش باردار میشه. بله. و این جریان بارداری یک مسئله است که همیشه هست. خب در گونه ما نیست، در گونه همه موجودات هست. حالا وقتی باردار میشه و باید بچهش رو بزرگ بکنه، نیاز به چی داره؟ نیاز داره که یک مرد، یعنی همون مردی که ازش باردار شده، ازش حمایت بکنه، بهش غذا بده، اینو ببرید توی گروه تاریخی خیلی دیرینه، یعنی مثلا 2 میلیون سال قبل که انسان‌ها شکارچی بودن. وقتی که شکارچی هستن و میوه چین هستن، بنابراین مردها میرن شکار میکنن، میوه میارن و میارن برای کجا؟ برای قبیله که توش خانمایی هستن که اگر باردار شدن باید از این میوه ها و غذا بخورن تا بتونن بچه‌شون چیکار کنن؟ نگه دارن و بزرگ کنن. بنابراین در طول تاریخ بشری در ذهن زنان تمایل به ارتباط با مردی داره که اون مرد بماند باش و فقط هم برای خودش باشه. این پشت این داستانه که خانم ها رو تعهد خیلی اصرار دارن، یعنی رو تعهد خیلی حساس هستن، چون دوست دارن اگر به کسی عشق میدن باش وارد تعامل میشن، این عشق و وارد تعامل شدن پسش همون داستان بارداری است، چون تو ذات همه نوع بشر یک تکثرگرایی هست، یعنی ژن خودخواه دوست داره مثل خودش رو تکثیر کنه و زنان به واسطه تخمک گذاری دارن این جریان تکثرگرایی رو ایجاد میکنن و میل مردان به زنان هم تو بیس در واقع حیوانیش همینه. برای رابطه است که میخواد منتهی بشه به چی؟ زاد و ولد. منتها توی گروه انسانی به لحاظ تفکر ما و زبان و نمادین شدن،
این تمایل میره تو جایگاه عشق و محبت و بیانات کلامی و رفتاری که محبت آمیزه و میتونه این فضا رو ایجاد کنه. چه فضایی؟ فضای امنی که که اون زن بتونه توی اون احساس امنیت بکنه و بتونه چشم انداز داشته باشه برای چی؟ تولید مثلش. این بیس ماجرا رابطه است. حالا یه سوالی برای من پیش میاد که اصلا چی میشه که دو نفر جذب هم میشن؟ ببینید معمولا وقتی از کسی بپرسی که تو چرا با این دختر یا چرا با این پسر نسبت بهش گرایش پیدا کردی و در رابطه هستی، بله. خوشت اومد، جذبش شدی، معمولا یه سری دلایلی رو ما میاریم. از لحاظ روانشناختی این دلایل بیشتر دلیل تراشی هستن. یعنی چی؟ یعنی داریم سعی میکنیم منطقیش بکنیم، در حالی که جذب توجیهش بکنیم. مرسی. در حالی که جذب شدن یک فرد نسبت به فرد دیگه مبتنی بر ناهوشیاره. اگر بخوایم اینو بازش کنیم اینجوریه که معمولا فرض کن مثلا از من پرسن چرا جذب این خانم یا این آقا شدی، شروع می‌کنن مثلا معیارها رو گفتن، میگم چون اینجوری بود من خوشم اومد و جذب شدم. درسته. سوال اینه که خب این ملاک ها و معیارهایی که تو اشاره کردی مگه تو دیگران نیست؟ چه جذب بقیه نشدی؟ آره. اما یکی اون فضای ارتباطی اولیه باید ایجاد بشه، یعنی مجاورت. این طبیعتا من باید یک کسی رو ببینم تا بعد ادا اطوارهای اون ناهوشیار من رو ببره سمت اینکه چقدر بر من جذابه. حالا چه چیزی اون بر من جذابه که جذبش میشم؟ این همون سوال شماست. معمولا ناهوشیار ما به سمت کسی میریم که اون طرحواره‌های ما رو تلنگر میزنه. خود این داستان طرحواره یه پیچیدگی خاصی داره. طرحواره یعنی چی؟ آره، طرحواره یعنی چی؟ ببینید معمولا ما در دوران اولیه رشدمون در رابطه با آدم مهمای زندگیمون، من در قبال مادرم و پدرم، در تعامل با اونها یک سری ساختارهایی در ذهنم شکل میگیره که من اگر چجوری رفتار کنم از من مراقبت میشه، من دوست داشتنی هستم و من میتونم احساس امنیت بکنم توی این رابطه. حالا اگر که مراقبای من توی این کیر کردن و مراقبت کردن یه خللهایی داشته باشن، یعنی مثلا یه جایی به من توجه نکنن، یه آشفتگی تو ذهنیت من ایجاد میشه که ما به این میگیم طرحواره. پس طرحواره در مجموع از زندگی اولیه ما شکل میگیره، اما بعضی از این طرحواره ناکارآمد هستن. حالا من پیشنهاد میکنم وارد این مقوله نشیم چون یه مقوله پیچیده‌ایه، اما وعده میدم که حتما در رابطه با مسائل طرحواره‌ای مفصل با هم صحبت کنیم. اگه اجازه بدید فعلا بحث کلی رو اینجوری پیش بریم که معمولا دخترها و پسرها چیز رو به اسم عشق تعریف میکنن، میگن من عاشق طرف شدم. بیایم همین عشق رو نگاه کنیم و ببینیم چه فاکتورهایی توش هست. یعنی ما اگر ازشون سوال کنیم چی شد جذب فلانی شدی، حالا بعضی ها میگن عشق، بعضی ها میگن ما نمیدونیم چی شد، بعضی ها هم به قول شما دلیل تراشی میکنن، ولی شما میگید اینا ناخودآگاهشون درگیره. دقیقاً. حالا قبل از که به اون ناخودآگاهی بپردازیم، چون گفتم مسئله طرحواره خیلی پیچیدگی ایجاد میکنه، اینو اجازه بده توی اپیزودهای بعدی بهش بپردازیم. اما قبل از اون بیا اصلا موضوع عشق رو مطرح کنیم، چون خیلی از افراد میگن من عاشق شدم. و بعضی موقع‌ها وابستگیشون رو هم تحت عنوان عشق مطرح میکنن که میخوایم اینا اصلا تمیز بدیم. چون بعضی موقع‌ها اون رفتارهایی که اسمشو میذارن عشق نیست، یک وابستگی مرضیه، اما اسمشو میذارن چی؟ عشق. شوق هم میشه گفت. شوق، عشق، میگن من خیلی براش اصلا یه لحظه بدون اون نمیتونم خودمو تصور کنم، اگه بذاره بره من دیوونه میشم، من میمیرم، خودکشی میکنم و همه این موارد اینجوری. اینو در واقع تعبیر عشق خیلی براش مناسب نیست. اینها پشتش داستان دیگری است که همون داستان طرحواره است، وابستگی‌هایی است که اونا باید بهش پرداخته بشه. الان فعلا از سطح شروع کنیم. عشق چیه؟ عشق اگه بخوایم استرنبرگ یه تعریف ساده ازش میگه که ببین 3 تا فاکتور داره. اولیش شورانگیزیه. یعنی من یه دخترم به عنوان یه پسر وقتی یه دختری میبینم که بر من جذبه جنسی داره، بر من یه حال خاصی رو ایجاد میکنه، این جنبه روش میگیم شورانگیزی.
یه دختر هم ممکنه یه پسری ببینه ازش خوشش بیاد، از استایلش، از اداش، از اطوارش، از صحبت کردنش، از هر چیزی. یه شورانگیزی ایجاد میکنه. این بیس اولی است. پس تو جذب اولی اون شورانگیزی است. تو فاز بعدیش بحث صمیمیت. حالا یک آدمی ناهمجنس بر من شورانگیز شد، حالا بعد در تعامل با اون قرار گرفتم، رفته رفته بر اساس اشتراکات و اون جنبه‌هایی که اون چی خوشش بیاد، من چی خوشم میاد و گفتگوهایی که اتفاق میفته، ما یه حس نزدیکی میکنیم، به اون میگیم صمیمیت. خب حالا کسانی که در حوزه صمیمیت دچار مشکل هستن، که باز برمیگرده به اون طرحواره‌ای که وعده دادم بعدا در موردش صحبت کنیم، بله. اینجا میتونن دچار مشکل بشن. اما اگر ما صمیمیت رو بفهمیم، حالا صمیمیت یعنی چی؟ خود شما چی برداشت میکنه آقای کریمی؟ صمیمیت یعنی خیلی باش راحت باشم، دوستش داشته باشم، چه میدونم همش دوست داشته باشم که باش حرف بزنم، از حرف زدن باش خسته نمیشم، همیشه برام هیجان انگیزه، حالمو خوب میکنه، یا اگه حالم بد باشه اصلا اولین کسی که میام سراغش اون آدمه. اینطوری. دقیقا. ببین ما با کسی صمیمی میشیم که یه احساس امنیت بکنیم، احساس کنیم قضاوتمون نمیکنه، ما رو اونگونه که هستیم پذیرفته. به عبارتی وقتی من با کسی صمیمی هستم، این صمیمیت هم به جنسیت ربط نداره، با همجنس یا ناهمجنس. وقتی من با کسی صمیمی هستم، پرسونا ندارم، نقاب ندارم، خود واقعیم هستم. چرا؟ چون حس میکنم که این آدم امنه و منو قضاوت نمیکنه بابت ادا و اطواری که من دارم. خب این فضای امنه میشه هم صمیمیت. و به قول شما اونجایی که احساس حال بد یا مشکلی میکنم، به لحاظ اینکه باش راحتم و میدونم که قضاوتم نمیکنه، به راحتی میتونم مسائل اون به طرف مقابلم بگم و او هم بر اساس اون که گوش میکنه، قضاوت نمیکنه، با من همدلی میکنه، همدردی میکنه، حس خوبی به من میده. درسته؟ این میشه صمیمیت. حالا پس فاز اول توی رابطه ناهمجنس یه شورانگیزیه و بعد در ازای اون شورانگیزیه رفته رفته گفتمانها و میلی که به هم دارن و تعاملاتی که میکنن و اشتراکاتی که بهش میپردازن، رفته رفته منتهی میشه به یک صمیمیت. این صمیمیت چشمانداز بسیار مهمی است و طولانی مدت که ما در ازای کسی که نسبت بهش هیجان داریم، انگیخته هستیم، صمیمی هم هستیم، حالا میتونیم فانتزی داشته باشیم. یعنی تصویرسازی ها و خیال پردازی هایی بکنیم که با او در دراز مدت چه ها خواهیم کرد و خیلی لذت بخش خواهد. در حقیقت شما اگه درست فهمیده باشم گفتید عشق 3 تا ضلع داره، اینطوری به من گفتید. بله. آره. و اون فانتزی میشه ضلع سومش یا نه؟ هنوز در ادامه صمیمیت داره. دارم در ادامه صمیمیت میگم که این صمیمیت هر چقدر میریم جلو داره رشد میکنه، نمو میکنه، بیشتر بزرگ میشه، پررنگ میشه. حالا تو همه این کلیت ما یه فاکتور دیگه نیاز داریم، همون فاکتور سومی که دنبالش میگردیم، اون تعهده. حالا که من با تو وارد تعاملی شدم شورانگیز و با هم صمیمی شدیم، پای من بمون. این تعهد اشاره به همون دیرینه تکاملی که کردم، اشاره به همون داره. یعنی هم زن هم مرد اون تعهد رو احتیاج داره. به لحاظ اینکه در قبال این تعهد یک احساس امنیت ایجاد میشه که تو برا من برا تو با هم فضایی بسازیم که بتونیم رشد بکنیم. این چشمانداز این میشه. توی این قضیه رشده، تو برا من برا تو میخوایم که بچه دار بشیم. دیرینه تکاملی که همیشه چی؟ میل به زاد و ولد داره. یعنی شما میگید توی عشق، یعنی خصوصا در اولا منظورمه، زن و مرد این در پس ذهنشون هست؟ دقیقاً. یه نکته دیگه بگم تکاملی که اون پس ذهن دوباره ببینیم. اگر دیده باشین، بینندگان و شنوندگان ما هم احتمال زیاد با حرف من معتقدن و همراه هستن، بی‌تعهدی در پسرها بیشتر دیده میشه نسبت دخترها. اینو موافق شما؟ عدم تعهد. میترسی بگی؟ آره میترسم.
نه واقعا نمیدونم. ببینید یعنی من آماری توی این زمینه آماری ندارم نداری، واقعا. اما معمولا اینجوریه. اگر دیده باشید تو مدل‌های فرهنگی هم اگر یه پسر مثلا اون که پسر هست بره مثلا تو تعامل با دختر مختلف، خانواده‌ش و مامانش خیلی سرزنشش نمیکنن، اما یه دختر اینجوری آره، بکنه بیشتر سرزنش میشه. آره. این بیس رو داشته آره. باش، این بیس فرهنگی. اما من میخوام اصلا به فرهنگ هم ربط نداره، یه دیرینه تکاملی همچنان داره. چطوری؟ ببینید از لحاظ فیزیولوژیک خیلی سادهش میکنم. از لحاظ فیزیولوژیک یک مرد وقتی ارضا میشه اسپرمش میلیون ها اسپرم ریخته میشه بیرون. اما یک زن در طول هر ماه یه دونه تخمکش میاد بالا. خب معناش چیه؟ معناش که زن به تعدد پایبند نیست، به تعهد پایبنده. اما مرد به تکثر و اون نگاهه. این دیرینه تکاملی البته. آره. شما خیر منو نچسبید به این حرف یعنی که پسرها هر کار بخوام بکنن، نه، این بیس تکاملیشه. اما تو مسیر فرهنگ سازی یا تمدن به لحاظ اینکه یک زن وقتی بچه دار میشه نیاز داره همچنان از مراقبت یک مرد که با هم خانواده رو تشکیل بدن و به کمک هم بچه ها رو رشد بدن تا برسوننشون به سرانجام. بله. این تمدن این تعهد رو برای هر دو طرف ایجاد کرده. برای هر دو طرف از بی‌تعهدی به شدت چی میشن؟ ناراحت، شاکی و منزجر میشن. اون امنیتشون به خطر میفته. اون تا بیس اولش تکثرگرایی نرینگی هستش. اونم به لحاظ فیزیولوژیک توضیح هم دادم، اینم خیلی مفهومه، کسی نمیتونه مقاومت سرش بکنه. زن در طول 1 سال 12 تا تخمک داره، اما مرد در هر ارضاعش که ممکنه در طول هفته 10 بارم باشه میلیاردها اسپرم داره میریزه بیرون. برای تکثرگرایی از نظر بیولوژیک و فیزیولوژیک هم اوکیه. اوکی از یعنی بیسه. ما تا عرض کردم فرهنگ و تمدن میاد اینو تعدیل میکنه. این مثل خیلی چیزای دیگه است. بنابراین به من خورده نگیرید. اساساً متمدن شدن یا سوپر ایگو تشکیل شدن یا به عبارتی چی بگیم متخلق شدن به اخلاق. اخلاق یعنی چی؟ رعایت حقوق دیگری. میبره ما رو به سمت اینکه از این ذهنیت تکاملی فاصله بگیریم، متحد باشیم. بنابراین تعهد برای طرفین مهم هستش. اما خانم ها نسبت به تعهد حساس‌ترن، به لحاظ اینکه اون کسی که در تعامل باش هستن اگر تو رابطه این خانم رو باردار بکنه نیاز داره به اینکه خب حالا باردار کردی، حالا وایسو کمک کن که حامی باش که این حمل من به سرانجام برسه. درسته. برای این روی تعهد بسیار حساس‌ترن به لحاظ دیرینه تکاملی و حتی اجتماعی. من حالا یه سوالی توی صحبت‌های شما برام پیش اومد که از بعضیا من میشنوم، حالا بعضی از دوستان خودم بهم میگن که مثلا من عاشق این دختری که شدم، اصلا باور کن مسئله جنسی برام مطرح نبود. یعنی من این دختر زیبایی دیدم، جذبش شدم، جذب قشنگیاش شدم، دوست داشتم برم به سمتش، ولی مسئله من مسئله جنسی نبود. این درسته یا نه؟ افراد حواسشون نیست. ببین به نظر میرسه این همون بازداری‌هایی است که فرض کن اینا به نظر میرسه توی فرهنگی که مسئله جنسی رو خیلی تابو در نظر گرفتن رشد کردن. یعنی بازداری‌های هیجانیه. و الا اون جذبی که شما میشی جذب جنسیه تو فاز اولی. اگرچه فرض کن این رو بد میدونی، به عبارتی فرض کن جامعه‌ای که توش بزرگ شدی اینو تحقیر کرده، گفته بیشعور، چشم چرون، مثلا آدم بد، دور از جون، مثلا امروزی مثلا میگن طرف لاشیه، بد نگاه میکنه، نمیدونم هر چیز دیگه. تحقیر شده این نگاه. یعنی که با خودم روبرو باشم که بابا من یه انسانم، میل جنسی دارم، یه دختر خانم که میبینم خوشم میاد، اون همون شورانگیزی است. خوشم میاد که توش میل جنسی هست، حتما هست. حالا میخوام هی بزکش کنم، هی میخوام روش لایه ببندم، یعنی انکارش کنم، نبینمش، اون دیگه مکانیزمای دفاعی ماست. چون اضطراب آمیزه اگر من بگم وای عجب لوبتیه، چقدر جذبه جنسی بر من داره،
شاید به لحاظ اینکه تنبیه بشم تحقیر بشم میام اینو نادیده میگیرم، یه لایه میکشم روش، انکارش میکنم، میگم خیلی خانومه، من جذب خانوم بودنش شدم، اصلا هم جنسی نیست و خیلی خانومه. یعنی به نظر شما اون فرد داره برای ما اینطوری توضیح میده ولی درون خودش چیز دیگری است؟ و حتی ممکن درون خودش رو اینقدر پس بزنه که سعی کنه نبینه از ترس، بله، چون استراب‌آمیزه. یعنی فرض کنید توی یک مدلی از تربیت ما که یه سوپر ایگو یا به عبارت یه وجدان خیلی هارش و خشمگین و پرخاشگر درست شده در ما، کجا اون خانواده‌ای که والدین خیلی روی موضوعات حساسن و واکنششون میدن، در درون من اگر من میخوام به جنبه شورانگیزی جنسی توجه کنم دچار اضطراب میشم. ندیدی بعضیا رو وقتی با یه دختر روبرو میشن دست و پاشون گم میکنن، سرخ میشن، آشفته میشن، نمیتونن صحبت کنن، به لکنت میفتن، حتی یه دختر. بله. چرا؟ این همون غلیان درونیشه، میلشه که اون وجدانش میزنه تو سرش، میگه نه نه بیشعور، تو نباید همچین چیزی بیاد بالا، هی تخریبش میکنه تخریبش میکنه. این تعارضه میشه اضطراب. اضطراب نمودش به لکنت در گفتن، سرخ شدن، ترک کردن موقعیت. دیدی بعضیا رو تو دختر میبینن دست پاشو گم میکنن در میرن. آره. من خودم اینجوری بودم. من موقعی که نوجوان بودم، از بس اون موقع زمان جنگ بود و بیشتر همش بحث شهیدها بود و همه اینا، ما توی یه فضای اینجوری بودیم و فکر میکردیم که مثلا یه دختر وقتی میبینیم برام جذبه بود، فکر میکردیم وای چه کار بدی داریم میکنیم، چقدر گناه‌آمیزه. آره، سرخ میشدیم، سفید میشدیم، سریع اون موقعیت رو ترک میکردیم. خب به لحاظ اینکه اینقدر بمباران شده بود که این میل جنسی یا این نگاه خیلی کثافت باره، بده، تحقیرآمیزه، زشته، اصلا نباید باشه. پس این فضاهایی که ما توش داریم رشد میکنیم خیلی تاثیرگذاره. یعنی شما میگید که عمومیت نداره، یعنی مثلا به فرهنگ ما آدماتون چه کشوری هستن اینا همه ربط داره. بله. و چه تو حتی تو یک کشور تو چه خانواده بزرگ شدن. یعنی خانواده‌ای که مسائل دختر و پسر رو خیلی، یعنی جنسیت رو خیلی روش حساس بودن، خیلی روش بمباران کردن، رفتارهای تعامل بین دختر و پسر رو خیلی منع کردن. ما توی مثلا فرض کن بعضی از خانواده سنتی رو میبینیم دیگه، مثلا یه دختر و پسر رو از 11 سالی شما دیگه بزرگ شدید نباید با هم بازی کنید، منعشون میکنن. آره. اما توی خانواده‌ای که بازتر هستن میگن شما دارن بازی میکنن، جنسیتیش نمیکنن. خود اینا بیسای در حقیقت منع کردن خودش باعث میشه که شما فضا رو داری ملتهب میکنی بیشتر. دقیقاً. یعنی ما به جای آموزش جنسیتی به بچه هامون، ببینید ساختار آموزش ما چطوریه تو کشور ما. بله. ما تو مهد کودک دختر پسر با همه، میگه اونا که چیزی نمیدونن. میان پیش دبستانی بعضی از مدارس با همه، اما اکثرا جدا، تفکیک جنسیت. مدرسه تفکیک جنسیت، میاد دبیرستان تفکیک جنسیت. حالا تازه اینا میل جنسیشون و میل به ناهمجنسشون اومده بالا، حالا میریم تو دانشگاه مختلف. هرچند بعضی دانشگاه هم الان دارن تلاش میکنن که دانشگاه هم مثل مدرسه کنن تفکیک جنسیتی. ببینید اصلا سیستم ما همیشه منع کننده است به جای آموزش دهنده. در حالی که اگر این دختر و پسر از دوران مدرسه دبستان کنار هم زندگی میکردن و رشد میکردن، مثل سر روستاهای مثلا سیستان بلوچستان، دختر و پسر با هم میرن مدرسه، چون ندارن اینقدر مدرسه که اینا تفکیک. توی این محیط ها دختر و پسر بهتر میتونن آموزش جنسیتی ببینن. جنسیتی یعنی چی؟ یعنی آقا من با جنس مخالفم با احترام رفتار کنم، اونو به عنوان یک انسان بدونم، نه به عنوان یک سوژه جنسی و سکشوالیته. خب معمولا نگاه ما رو میبره به ذهنیتی که هر جنس مخالف که میبینیم داریم نگاه چی میکنیم بهش؟ جنسیتی میکنیم اگر منع شده باشیم. اما وقتی آموزش میبینیم، یعنی مخصوصا تو دورانی که داره رشد اخلاقی شکل میگیره، رشد اخلاقی پایش 7 سالگی تا 11 سالگی داره شروع میشه، بعدن هی کامل تر میشه، درست شد، متعالی تر میشه. اما بیسش تو همین چیه؟ دوران ابتدایی، همونجایی که ما بچه‌ها رو جدا میکنیم. و جالب‌ترش این که همدیگر هم دست میندازیم. دیدی؟ دختر پسر دست میندازن، پسر دختر دست میندازن.
چون جدا شدن آره. میل دارن که با هم باشن، از بر من میشن، اینجوری میشه. ببینید این آمیختگی و آشفتگی ها اینجوری پس میتونه. آموزش جنسیتی آره باید فهم جنسیت. آره فهم جنسیت، چون به بعض افراد اینو میگی میبرن سمت آموزش جنسی. حتی آموزش جنسی هم لازمه. لازمه؟ بله آموزش جنسی یعنی اینکه آقا من باید چطوری از خودم مراقبت بکنم، تفاوت جنسیت چی هستش، باید چجوری باش مواجه بشم و چه مسائلی پیش روی من هست. یعنی شما میگید اگه تو همون سن مثلا 7 تا 12 سال فهمیده، بله آره تو همون سن اینا رو به بچه‌ها بگیم حساسیت درانگیز نیست درشون. به اندازه در واقع اون فرهنگ اون باید توضیح داده بشه. طبیعتا تو فرهنگ‌هایی که خیلی باز هست خیلی چیزای دیگر رو بهشون میگن، اما لازم نیست توی فرهنگ ما اینجوری نگاه بشه. ما بر اساس نیاز فرهنگ خودمون باید بهش بپردازیم. ولی میگید حتما باید بهش بپردازیم. بله به لحاظ اینکه آسیب‌هایی که معمولا بچه‌ها می‌بینن از نظر جنسی، به لحاظ اینکه آشنا نیستن و آگاه نیستن به اینکه چه رفتارهایی ممکنه چی باشه، مبتنی بر سوء استفاده از جنسیتشون باشه. خب برای همین وقتی حریم خودمون رو به یه بچه یاد میدیم که از حریم خودت رو بفهم، حریم خودت رو بفهم و از حریم خودت مراقبت بکن، داریم کمکش میکنیم به فهم بهتر خودش و خودمدیریتیش تا اینکه آشنا نباشه و بعد ازش سوء استفاده بشه بعداً بفهمه. من یه مورد برات بگم. یه مراجعه داشتم مثلا اون اینجوری توصیف میکرد که من تو سن پایین دستی نمیدونستم که مسائل جنسی چیه و یک برادر بزرگتر که داشتم از من سوء استفاده جنسی میکرد، از من لذت جویی میکرد و بعد من فکر میکردم که این داداشمه چون خیلی من دوست داره با من بازی میکنه، اسمش هم گفته بود این یه بازی خصوصی ها، خب به کسی نگی، اینم گفته بود باشه. بعدن این دختر وقتی بزرگتر شده و رفته بود راهنمایی، وقتی با دوستاشون نشسته بودن و در مورد سوء استفاده مثلا احیانا افراد نزدیک صحبت شده بود، تازه اونجا فهمیده بود ای داد بیداد برادر من داشته از من سوء استفاده جنسی میکرده. تازه تو اون سن تروماتیک شده بود، یعنی آسیب دیده بود، آسیب روانی دیده بود. چون قبل از این برداشت اون بچه این بود که من بچه‌ام داداش بزرگترمه و من قاقالگی میخره و من خواهد با من بازی کنه، حالا بازیش خود شیطنت آمیزه. درسته. و میدونید که بیس فیزیولوژیک اینطوریه که لمس نوای جنسی برای دختر و پسر تو هر گروه سنی خوشایند فیزیکی نه روانی. بله فیزیکی. بنابراین یه دختر بچه نمیدونم 5 ساله 7 ساله 8 سالم از لمس نوایی جنسیش براش خوشایندی ایجاد میشه. حالا اون جنبه روانشناختی که میگه این عیبه این بده، این جنبه تربیته. درست شد؟ تربیت و اخلاق. تربیت و اخلاق که حالا مثلا ناهمجنس کی باشه، مثلا نزدیکان نباشن، محارم نباشن، به عبارت این حریمایی که زنای با محارم از یه دورانی از تاریخ تکاملی مطرح شده. خب و الا قبل از این یعنی تو انسان نماهای اولیه شما ببین توی گونه میمون ها این هم چیزی مطرح نیست که حالا این خواهر منه، برادر منه، بابای منه، مامان منه، اصلا براشون مطرح نیست. تو 3 سالگی فهم میشن، همون چیزی که تو 3 سالگی انسان هم اون توجه به ناحیه تناسلی ایجاد میشه. تو 3 سالگی فهم میشن و اولین ناهمجنسی که جلوشون هست باش رابطه برقرار میکنن، اون موقع که برانگیخته میشن، چون مدل اونها بر اساس چیه؟ تخمک گذاریه، نه بر اساس شایستگی های رابطه و اینا که در انسان ها مطرحه. یعنی اگه تکاملی نگاه کنیم اینطوری مطرح میشه. دقیقاً. تو تکاملی چرخه داریم ما، چرخه جنسی مردانه کاملا ساده است، انگیختگی، ارضاء، تمام، فرونشانی. اما توی زنان اول این چرخه با صمیمیت شروع میشه. یعنی تو زنها صمیمیت و احساس امنیت خیلی مهمه. وقتی اون احساس امنیت ایجاد بشه بعد پذیرا میشن نسبت به اون ناهمجنس. حالا اگه رابطه جنسی با هم برقرار کنن صمیمیتشون مضاعف میشه. یعنی یه چرخه‌ای که داره دائما تکمیل میشه. برای همینه که دخترها تو رابطه بیشتر از پسرها آسیب میبینن، چون دخترها تو رابطه بر اساس صمیمیت وقتی که یه مقدار فضای خصوصی بینشون ایجاد میشه، رفتارهای سکشوالیته انجام میشه، صمیمیتشون مضاعف میشه. اما در پسرها این مدل نیست، یعنی مدل اولیه تکاملیش مبتنی بر فیزیولوژیک شه. درسته.
انگیختگی به واسطه پر شدن گیس‌های منی، ارضا فرونشانی، دوباره انگیختگی ارضا فرونشانی. چرخ‌ها خیلی ساده است، حیوانیه. یعنی شما ابتداییه. میگید توی مرد صمیمیت مطرح نیست براش؟ آفرین، سوال خوبیه. در مرد صمیمیت اولیه نیست، در زن صمیمیت اوله. آها. اما مرد به واسطه اینکه اون کسی که در رابطه باش قرار میگیره دوست داره که نگه داره، اونم میفهمه که باید به صمیمیت توجه کنه. یعنی به قول چیزا عربا میگن عارضیه. ولی خب همیشه، یعنی اکثر مواقع اینطوری هست که مرد میره سمت زن. بله. چرا میره؟ یعنی شما میگید اون انگیختگیه براش ایجاد شده. بله. بیس میل یک مرد به سمت یک زن بیشتر چیه؟ فیزیولوژیک و جنسیه. اما بیس حتی اگه به خودش بهش توجه نداشته باشه. بله. توجه که در واقع یه جورای انکارش بکنه. اما بیس میل یک زن به یک مرد میتونه جنبه جنسی باشه، جنبه جنسیش بعدشه. اون احساس حمایت، صمیمیت و احساس عشقیه که احساس تعلقیه که میتونه از اون مرد بگیره. من بعضا شنیدم که ما همیشه جذب یک فرد میشیم. یعنی ممکنه افراد مختلف باشن ولی انگار اگه بذاریم کنار هم که اینا اخلاقشون شبیه هم بود. این همون جنبه طرحواره‌ای که اشاره کردم جناب کریمی. ببین ما یه سری طرحواره‌ها، یعنی ذهنیت‌ها در ما شکل میگیره نسبت به اون کسی که دیگری مهم ما میخواد بشه. خب حالا ناهوشیار میریم سمت کسانی که این طرحواره رو در ما چی میکنن؟ تلنگر میزنن و بالا میارن. چون بحثش مفصله، من پیشنهاد میکنم که فقط در همین حد در مورد صحبت کنیم و تو بحث طرحواره‌ها راجع دقیقاً یه اپیزودی که در حوزه طرحواره میخوایم با هم داشته باشیم. بله. مفصل باز کنیم طرحواره چی هست، چطوری میشه که ما جذب طرحواره هم میشیم. چون این همون چیزیه که خیلی از دخترها و پسرها میگن که ما نمیدونیم تو رابطمون اشتباه میکنیم، از رابطه میایم بیرون، دوباره میگیم یادمون نره اشتباه نکنیم، میریم تو رابطه‌های دیگه دوباره همین اشتباه تکرار میشه. آره. یک در واقع تکرار رو تو رابطه هاشون میفهمن که تو هر رابطه من میرم انگار یه مدلی، درسته آدماش مختلفن اما انگار یه اتفاق توش میفته. خب اگه فرد به خودآگاهی برسه، یعنی بفهمه که چرا این اتفاق میفته، آیا ممکنه از این حالت جلوگیری بشه؟ دقیقاً. ببین تو جریان به اصطلاح طرحواره، آشنایی با طرحواره، وقتی تو طرحواره رو میشناسی، طرحواره طرف مقابل تو میتونی بشناسی. حالا بعضی موقع طرحواره خیلی پررنگه، باید حتما بره با یک روان درمانگر کار کنه که اینو بتونه براش متعادل کنه. اما خود همین آگاهیه میتونه کمک کننده باشه توی اینکه من دوباره جذب یک طرحواره مخالفم نشم که تکرار بشه. داستان اون تکرار است. خب دوستان، گفتگوی ما رو دیدید. این گفتگو راجع به مسائل ابتدایی و مقدماتی و کلی سواد رابطه بود. در ادامه برای اینکه این صحبت‌ها ملموس‌تر و کاربردی‌تر بشه، ما کیس محور می‌خوایم بریم جلو. در قسمت بعدی من با یک نفر راجع به خودش و رابطه‌ای که داشته صحبت کردم. صحبت‌های من و مائده رو در قسمت بعد می‌بینید و ما اونجا با آقای دکتر راجع به صحبت‌هایی که با مائده داشتیم حرف میزنیم و اونها رو باز میکنیم تا کاربردی‌تر بریم جلو. ممنون میشم اگر این گفتگو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و ویدیو رو لایک کنید و دوباره ازتون درخواست میکنم که اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردید همین الان این کار رو انجام بدید. مرسی از همراهیتون، تا قسمت بعد.